خمیر دندون رو با دلستر مخلوط کنید. لکه‌های زرد کفش رو از بین میبره و اینکه خمیر دندون با سرکه سفید زنگ زدگی رو از بین میبره. وقتی مامانت نگاه نمیکنه گوشه ای از خمیر دندون رو ببر، بذار داخل مخزن توالت بعد اینکه شسته شد دقیقاً برای 1 سال بوی خوبی میده. اگر لباس‌های سفید شما بعد از 1 سال زرد شده، لباس‌ها رو مقداری خمیر دندون، کمی نمک در یه لگن قرار بدید. مقدار مناسبی مواد شوینده رو اضافه کنید. به مدت 10 دقیقه در آب گرم خیسش بدید. به آرامی اون رو مالش بدید و بشویید و یه تکه لباس جدید خواهید داشت. اگه فرزندتون دیوار سفید شما رو کثیف کرد نگران نباشید. خمیر دندون، مایع ظرفشویی، سرکه سفید رو توی کاسه بریزید. به طور یک نواخت هم بزنید. پارچه‌ای رو در محلول آغشته بکنید و به آرامی پاک کنید. دیوار بلافاصله سفید میشه. اگه مایتابه شما سوخته، زیرش دیگه سیاه و کثیف شده، خمیر دندون، نمک، جوش شیرین، سرکه، نوشابه و مایع ظرفشویی چند دقیقه بذارید داخلش بمونه. بعد با یه دستمال پاکش کنید. ببینید که مثل روز اولش تر و تمیز شده.